بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند رحمان در سوره 74 المدثر یعنی راز نهفته آیه 30 می‌فرماید علیها 19 یعنی بر روی آن 19 قرار دارد. 14 قرن پیش که قرآن نازل شد اعدادی که امروز میشناسیم وجود نداشتند و مردم جهان به شیوهی متفاوت حساب می‌کردند. در آن زمان برای هر حرف الفبای عربی، عبری، آرامی و یونانی عددی تعیین شده بود که به آن ابجد گفته‌اند. ابجد حروف الفبای عربی در این جدول نشان داده شده است. ما حروف بسم الله را برای بهتر دیده شدن جدا می‌کنیم. کلمه اول بسم دارای 3 حرف، کلمه دوم الله دارای 4 حرف، کلمه سوم الرحمن دارای 6 حرف و کلمه چهارم الرحیم دارای 6 حرف میباشد. ابجد حرف ب 2 هست، ابجد حرف سین 60، میم 40، الف 1، لام 30 و به همین ترتیب ابجد مابقی حروف را هم می نویسیم. در اینجا اعداد قرمز رنگ شماره کلمات، اعداد سبز رنگ تعداد حروف آنها و اعداد زرد رنگ ابجد آنها می باشد. آنطور که مشاهده می‌نمایید بسم الله الرحمن الرحیم 19 حرف هست. در الگوی اول ما به ترتیب شماره هر کلمه و بعد تعداد حروف آن را نوشتیم. عددی که به دست می آید 13,243,646 می باشد و این عدد مضرب عدد 19 است. یعنی وقتی این عدد رو بر عدد 19 تقسیم کنید، عددی که به دست می آید یک عدد صحیح و بدون اعشار است. الگوی دوم، این بار اعداد را به صورت تجمعی یا انباشته با هم جمع می‌کنیم که در ریاضیات به انگلیسی به این عمل کیومولیتیو میگویند. مثلا بعد از نوشتن عدد کلمه دوم جمع حروف 3 و 4 را می‌نویسم. به دنبال آن کلمه سوم و سپس جمع 3، 4 و 6 یعنی 13 را می‌نویسم. در آخر تجمعی 3، 4، 6 و 6 یعنی عدد 19 را می‌نویسم. عدد به دست آمده 1,327,313,419 می باشد و باز مضرب عدد 19 است. الگوی سوم، این بار جمع ابجد حروف هر کدام از کلمات بسم الله الرحمن الرحیم را طبق همان روال قبلی پشت سر هم به ترتیب نوشتیم. ابجد کلمه بسم 102، ابجد کلمه الله 66، ابجد کلمه الرحمن 329 و ابجد کلمه الرحیم 289 می باشد. این عدد باز مضرب 19 است. آیه 35 سوره مدثر می‌فرماید این یکی از بزرگترین معجزات است. انتظار می‌رود که این کد دارای نظم ریاضی باشد. ما این بار تجمعی یا کیومولتیو ابجد این کلمات رو جمع می‌کنیم. مثلا بعد از کلمه دوم جمع عدد 102 و 66 یعنی 168 را می‌نویسم و به همین ترتیب انباشته ابجد هر 4 تا کلمه را نوشتیم. این عدد طولانی باز مضرب عدد 19 می‌باشد. الگوی پنجم، این بار ما ابجد حروف هر کلمه را جداگانه پشت سر هم به ترتیب می نویسیم. کلمه اول 2، 60، 40، کلمه دوم 1، 30، 35، کلمه سوم 1، 30، 200، 8، 40، 50، در آخر کلمه چهارم 1، 30، 208، 10، 40. در اینجا یک عدد 37 رقمی به دست آمد و این عدد باز مضرب 19 است. الگوی ششم، با توجه به اینکه ما انباشته اعداد حروف و جمع ابجد آنها را محاسبه کردیم، با همین روال از روش تجمعی یا کیومولتیو برای محاسبه ابجد این حروف به صورت جداگانه هم استفاده می‌کنیم. کلمه اول بسم، به دنبال آن ابجد هر کدام از حروف را می‌نویسم. سپس کلمه دوم الله، به دنبال آن انباشته ابجد حروف. سپس کلمه سوم الرحمن، به دنبال آن انباشته ابجد حروف. و در آخر کلمه چهارم به دنبال آن انباشته ابجد تمامی حروف. یک عدد 58 رقمی به دست آمد و باز هم مضرب 19 است. البته این کد 19 فقط شامل این نمی شود. هر یک از عناصر قرآن دارای ترکیبی است ریاضی. سورها، آیات، لغات، تعداد حروف، تعداد کلمات همخانواده، تعداد و انواع اسمهای الهی، طرز نوشتن بعضی لغات، عدم وجود یا تغییر عمدی بعضی حروف در بعضی لغات و بسیاری از عوامل دیگر قرآن همگی دارای ترکیبی خاص هستند. الحمدلله رب العالمین. ستایش خدا را پروردگار جهان.